خوش اومدین به اولین ویدئوی من. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah. خب اینترو رو دیدین. الان جایی که ما قرار داریم بهش میگن لاو گاردن. خب خیلی عجیب غریب شروع کردم، نمیدونم چه خیلی غیر طبیعی شروع کردم. این جایی که ما قرار داریم این اولین ویدئوی منه، عادت ندارم به حرف زدن پیشی. الان هم که اینجا خیلی خلوته، بخواد اینه که شنبه 3 مرداده و دانشگاه عملا تعطیله، یه جوری امتحانات ترم آخراشه، کارشناسی یا مجازی، ارشدا، حضوری. داخل این چنل از این بعد قراره که از این ویدیوها بذاریم، از بلاگای دانشگاه تهران رو بهتون نشون بدم، جایی که دوست دارین رو برام کامنت کنین براتون بذارم و بریم دیگه. ببین رسیدیم کجا؟ کتابخونه مرکزی. این نقشه کلی دانشگاه، کتابخونه مرکزیه. تالارهای مطالعه، بوفس، اونور هم تالار ابوریحانه. اینجا هم فضای کار اشتراکیه. کیف و گلو و نوشیدنی مستعددار ممنوعه. باید اینجا بیام اصلا داخل اینجا باز میکنی، کیفتو میذاری، وسایل مورد نیاز رو برمیداری میری تو. اینا دقیق نمیدونم چیه، تا جایی که میدونم اینه که قدیم کتابی میخواستن میومدن اینجا. حالا این نداره. اینجا اینجوری میومدن مثلا میگشتن دنبال کتابا. اینجا مثلا اینجوری هست دیگه. درم نمیاد. کتابی میخواستم میومدن از اینجا پیدا میکردن میرفتن میگرفتن. آقا اینم از کتابخونه مرکزی. بریم سراغ دانشکده فنی. همه جای دانشگاه نمیتونم توی یه ویدیو بهتون نشون بدم. هر جایی که خواستین رو کامنت کنین، اونجا رو بهتون نشون بدم. رسیدیم به جلوف. اینجا دانشکده فنیه و به محوطه جلویش میگن جلوف، یعنی جلوی فنی. ترمای 1 و 2 اکثر رشته‌های فنی اینجان، این همشون به جز درس اختصاصی بعضی رشته‌ها که میره فنی امیرآباد. و اینجا دانشکده عمران و شیمیه، ولی اکثر رشته‌ها دیگه اون بره. حالا اگه چیز دیگه هم اینجا هست من نمیدونم. یعنی بقیه رشته‌ها ترمای بعد از 2 میرن فنی بالا. الان که دانشجو نیستن ولی معمولا اینجا والیبال بازی میکنن. دستگاه داره، قبلا 2 تا بود، این نبود. بعد 2 تا قفس‌ساز داره، این گرون‌تره، این ارزون‌تره، این یکم بیشتره، این یکم کمتره. از قهوه گرونه نگرفتیم بخاطر اینکه موکا. آقا از جلوف که بریم پایین میرسیم به ریورساید. آره دیگه، یه حوض. درختان نبود، ناموسن نبود، به والله نبود، به این گندگی. این حوض داره دیگه. توتی هم داریم، صدا رو میشنوید، توتیه. یه قهوه بزنیم. ببین من تو خونکی نمیرم قهوه بزنم، باید توی حیاط بزنی
گرما بمیری. خیلی گرم بود نتونستم تحمل کنم، بریم داخل بشینیم. اونور ترم 1 ما یه سری کلاسامون برگزار شد. اونور دانشکده شیمیه، اونور سایت شیمیه، اینور سایت عمران. آقا من اومدم تو لاو گاردن نشستم، عشق و حال، تنهایی اومدم نشستم خرمامو بخورم. یعنی عشق و حال هزینه داره. یه رو دیگه باید برم سر تمرین. میندازم اینجا شاید درخت خرما در اومد. ساعت 4:30 بریم به تمرینمون برسیم. آقا ما اومدیم سالن، اینجا چی چسبوندن؟ اسپانسر داریم. آقا هیچکی نیومده، من اینجا خوابیدم. آقا تمرین تمام شد، ساعت 8. آقا بچه‌ها صبحتون بخیر. ساعت 8:21 است. دیشب 1:30 خوابم برد. نمیدونم بعضی وقتا اینجوری هم که هر کاری میکنم خوابم نمیبره. الان تو راه باشگاهیم، بریم فوتبالی بزنیم. I always come back. You will feel you are mine. باشگاه تموم شد. از اونجایی که باشگاه دم در دانشگاهه یه سر میرم تو دانشگاه، میشینم پروتئینو میخورم. ترکیب پروتئین، قهوه، شیر، همین. هم دانشگاه. از ورودی فنی وارد میشی، همینو مستقیم میری دست راست، کتابخونه مرکزی. ببینیم